رادیو کتاب در خدمت نویسنده ها، معرفی کتاب، برنامه‌ای برای فر فرهنگ. بیننده های گرامی با سلام. ما در بخش دوم معرفی کتاب های کارگر صاحب رسیدیم که 3 جلد کتاب است. نمایش ما در سرنویس بعداً خواد آوردم در مورد بایزید روشن و عرفان و تصوف و اشراق است. این قسمت با سوال از کاظمی صاحب شروع میکنیم. کاظمی صاحب بفرمایید. ببخشید از من در قسمت همه ادبیات بود یک مشکل خاصی. ما ظاهراً 5 نوع یا در زبان پشتو داریم، اما ما مورد استعمال از اینا را و تلفظ از اینا را من متوجه نیستم که مثلا آیا اینا در مواردی که یایی که در زیرش 2 نقطه تلفظش با همو یایی که مثلا دومش کجاگه با او فرق داره یا نداره. و اولا شاید خیلی کسام خبر نداشته باشه که پشتو 5 قسم یا داره. کارگر صاحب اینا را تشریح بکنه و همچنین این مشکل شخصی من بود، شاید خیلی کسا هم داشته باشه که همین در قسمت ادای کلمات یا تلفظ آیا فرق بین زیاها هست یا نیست. خلاصه این نیست. تشکر. باید بگویم که این سوال شما یک سوالی مربوط به زبان شناسی پشتوست. خوب این سوال و این 5 یایی که مشخص شده طبعا با هم این ما فونیم گفته میتونیم. فونیم یا صوت یا ویا یا فونتیک است دیگه. یا فونتیک و این از خاطر است که اینها در تلفظ دیر پسانه این مشخص شده. در پشتو ټولنه و د اکادمی علوم شده، حتی در پېښور این تعقیب نمیشد. تنها وقتی که در باړهګلۍ یک سمینار ایجاد شد، بعد از او در اونجا ایها تا چی شده. این 5 یایی که در شما تذکر دادین، ما برتن خلاصه تشریح میکنم. یک یایی است که هیچ نقط نداره. یو تلفظ میشه مثلا سړی، لرګی، وری. دا یک یایی است که 2 نقط سر بالا داره. او میگه عادی، شدی، مستی. این صداست. یک یایی است که 2 نقاط پهلو به هم داره. زیر 2 نقاط زیر در پهلو به هم داره و میگه که صدای از او چیز به جمع است. مثلا لرگی، سړی، غویی. یا دگه یک یایی است که دنبکدار است، یعنی معمولا برای تعنیف به کار میشه، لکه خولۍ، ټوپۍ، لړۍ. ایتو یک یایی است که حمزه داره داخل. ای یای امریه است. واخلی، وسکی، وکلوا وشربوا ولا تسرفوا. وسکی اخری. صحیح. تشکر. مگر این وقتی که میخوایی و ما باز متون دارم هم به انگلیسی و پشتو. ما برتن یک کتاب هم به شما هست، ما برتن میتونم. خوب است. ما در این قسمت بسیار ناکام هستیم. باید سالها پیش در این قسمت باید پیش میرفتیم. یکی از دختره های ملی و فرهنگی گناه شما نیست. این پسانه این به طرف میاری شدن رفته. گناه از جنگ افروزا صاحب که ما را نمان که پشتو را دقیق و درست بخونیم. واقعا جنگ افروزا. بله. خب تابش صاحب باز دست بالا کردین، بفرمایید. جهان سپاس که مرا دوباره وقت دادین. من به حساسم گفته هایم که سوی تفاهم نشه. منظور من از این بود که یعنی وقتی که یک انسان در مقام عرفان میرسه، فرقی هم نمیکنه که در چی دینی باشه دیگه، او امو یک چوکات و یا یک دایره که به نام یک دین می باشه از اون میگذره. به می دلیل است که فلسفی های اروپا
هم امو تکلیفای رو دیده از طرف ادیان مسیحی که شاعرین و یا عرفای ما از دین اسلام در افغانستان و یا در ایران یا در کشور اسلامی دیدن. اینال موضوع اینجاست که مثلا وقتی که ما دو جنبه مثبت منفی سیاه و سفید داریم، برعکس کسایی که دین از لحاظ عرفان میبینه و کسایی که دین از در چوکات میبینه، اختلاف ها همیشه وجود داره. و در قسمت زبان پشتو و یا فارسی یا افکار طالبانی متاسفانه که ما خوب عادت داریم که هیچ وقت نپذیریم که ما ملامت هستیم و هیچ وقت نمیپذیریم که ما هم مشکل کشا هستیم، مشکل ساز هستیم. فرق نمیکنه که ما لونگی در سر بزنیم یا نکتایی بزنیم. افکار ما بسیار مهم از این چیزها هست. اما بدبختانه که در افغانستان اگر ما از طالب بنالیم، یعنی بزرگترین صدمه را خود قوم پشتون دیده. فرهنگ پشتو که یک زبان بسیار غنی است که امروز هیچ خدمتی برش نشده و یکی از روستا چی که شهرهای بزرگ افغانستان امروز ما نکدام کالج، نکدام مکتب، نکدام پوانتون سعی داریم، نکدام شفاخانه سعی داریم که این مردم قربانی شده. اما ملامت تنهایی مردم نیست، ما هستیم. چون وقتی که یک خانه مشترک از همه باشه، از همه ما باشه، اگر خوبم باشه ما با همون رو درست میکنیم، اگر خرابم باشه ما همون رو با هم خراب میکنیم. و در قسمت زبان پشتو که زبان دوزخ یا از جنت است، نه زبان فارسی از دوزخ و جنت است، نه زبان پشتو و نه هیچ زبان دیگه. زبان کائنات زبان خداوندی، زبان ریاضی است و زبان رنگ ها است و زبانی است که ما باید با یک قید و یک قانون و یک مقررات در او با احترامانه صحبت کنیم و با احترامانه بستر امروش برخورد کنیم که متاسفانه این میره مردم ما بیخی نادید گرفته. و به این اساس ما اگر در هر زبان گپ بزنیم، در قرآن شریف واضح می فرماید که غیبت نکنین، بد نگوین، کلام بد در زبان نیارین که برامتان صدمه میزنه. اما ما هیچ وقت نکنیم. ما لذت میبریم که غیبت بکنیم، لذت میبریم که بد بگوییم. پس ما به مو کتابی که خود ما آوردیم به او ما زیاد احترام قائل نیستیم. اما در یک جای به خاطر مو انسان، به خاطر اونمو کتاب یک انسان را به کشتن میتیم. اینی مشکل ما است متاسفانه که ما سالها رنج بردیم. تا زمانی که ما نپذیریم که خرابی را ما کردیم، نمیتونیم وطن مرابط کنیم. تا پزدن یا تهمت سر دیگران هیچ مشکل ما را حل نمیکنم. چون ما نمیخوایم که مسئولیت بپذیریم در قبال یک ملت، در قبال یک دین، در قبال جنریشن یا آینده های افغانستان. هر زمانی که ما پذیرفتیم که ملامت ما هستیم، پس یاد میگیریم از اشتباهات خود که چطور این وطن که ما خراب کردیم با هم ایره درست بسازیم. امید است که هیچ عزیز از من ناراحت نشه. این تنها اما منظور و دیدگاه شخصی خود من هست. عبیر صاحب، اگر حکم جلسه برای ما اجازه میده، ما یک چند نقطه را به خاطر تایید گپای شما ارائه میکنم. از برای خدا کارگر صاحب بفرمایید، شما استاد هستید. یکی تعبیر صاحب دو کلمه را بسیار چی کرد، یعنی یادآوری کرد. یکی مسئله دین است و دیگه مسئله عرفان است. یکی از دانشمندای اروپایی به نام گیلدسهر اونا میگه که دین عرفان مخالف دین است. او تو میگه که علتش است که در عرفان انسان به تعالی، به ترانسندنتال میرسه و حتی وصال پیدا میکنه با ذات مطلق و خود را در اون ذات، در اون وجود ذات نفی میکنه. مثال هایش ما منصور حلاج میبینیم، ما مثال سهراوردی را میبینیم، شهید سهراوردی را میبینیم و مثال های حتی شیخ محیدین اکبر که یکی از صوفیای بزرگ بوده، سر از او فتوای کفر صورت گرفته در مکه. یا مثلا بایزید روشن مخالفین از این حکم میکنه که این کافر است، یک ملحد است. یعنی از خاطر از که در عرفان یک حکمت وجود داره
که به انسانیت ذات متمرکز و در سر فکر و تفکر شخصی چی هستن متمرکز هستن. از این خاطر یکی به تایید گپای اونا دا بشه گفتم ولی د دین انسان عبد است، بنده است، شفاعتش در روز قیامت یک پیغمبر میکنه. ولی انسان وقتی که تفکر میکنه خود را به بالاترین مرحله میرساند. ارائه کرده باشم مطلب. مسئله دیگه است که اینا بسیار به نقطه خوبی اشاره کرد که بزرگترین لطمه خود جامعه پشتون دیده. ما اینا میگم که یک پروژه هست، طالب یک پروژه هست، گرچه بحث سیاسی است، من نمیخوایم در سیاست داخل شوم، ولی آمده گپ است و به این معنی که در جامعه افغانی به خاطر از اینکه پشتونها را ریز و مریض بکنه، اینا را برده بسازه، اینا را غلام بسازه، اینا را قصدن پروژه استعمار بوده که اینا باید از علم دور شود. شما کتاب حسین حقانی را به نام پاکستان بتوین موسک and military امیر بخوانین. در اونجا در بخش پشتونا که چطور طالبانیزم در جامعه پشتون، در جامعه قبیلوی پشتون رشد بکنه و ماندگار شود، در اونجا شده که هدفش چی است؟ هدفش نیست که اگر پشتونها آگاهی یافتن پاکستان نیست. از این خاطر و امروز نه در شهرهای نه در ولایات پشتون نشین نه یک دانشگاه صحیح وجود داره، نه که علم وجود داره. حتی محروم دمی چندین سال، دمی 20 سال امریکایی اینا از علم و سواد محروم مانده. امی گپارا گفتم میخواستم بگویم. بسیار تشکر کارگر صاحب. نام امی کتاب باز اگر لطف کنین در من رایی کنین با نویسندش زمانی که شما این صحبت ها رو میکنین که من در سرنویس بانم و هم خونده شوه مفید است. خب عاطف صاحب بزرگوار سوال دارن. عاطف صاحب معرفی کنم از دیپلمات های خدوم و ورزیده وطن ماست و همچنان به تصوف و چی علاقه داره؟ عرفان. عاطف صاحب مایک در خدمت شما سلامت باشید جناب معنوی صاحب. یک سلام دارم خدمت همه بیننده ها و شنونده های رادیو کتاب، مخصوصا مهمان های حاضر در برنامه و به طور خاص کارگر صاحب. و بسیار خوشحال هستم کارگر صاحب باز دوباره میبینم. مطمئنا نمیفهم کارگر صاحب شاید ما بیادشون باشم یا نه، ولی لندن همیشه میدیدیم، البته در برنامه فرهنگی سفارت، و ما هم یکی از شنونده هایشون بودم و خیلی خوشحال هستم که دوباره جنابشون میبینم. و با معذرتم که من کمی دیرتر رسیدم و اینترنت مشکل داشت، کمتر فیض بردم. ولی آنچه که میخواستم بگم این است که در رابطه با، اگر من فراموش نکرده باشم کارگر صاحب حتما من تصحیح میکنن، در رابطه با پیر روشان و بایزید روشان ما یک برنامه خاص در سفارت هم داشتیم در وقت زمانی که من در لندن بودم. صحبت های انجام شد و بحث های گپای بود و خیلی هم بحث های مفید بود، طولانی تر هم بود. یعنی فکر میکنم شاید تا 3-4 ساعت طول میکشید و برنامه. آنچه را که در رابطه با یزید روشان میشه بگوییم یا ما بیاد دارم یا من در رابطه با او میفهمم چیزایی است که مثلا اونا بیشتر از این که ما به جنبه های عرفانیشان نگاه بکنیم یک انسان انقلابی بودن و به اصطلاح در مو زمان برای مبارزه با یعنی گرگانی ها را اونا یک حکومت اصطلاحی و حکومت استعماری میدانستن و حال با این که ما امروز گرگانی ها را جز تاریخ خود میدانیم و فکر میکنیم که ما امپراتوری گرگانی هم جز از امپراتوری افغانستان بوده که در هندوستان حکومت میکرده، ولی با آن هم خوب چیزای تاریخی است که بحث جداگانه است. ما یک شخصیت انقلابی میدانمشون، ولی آغاز مقاومتگری و شورشگریش هم که شروع میشه او وقت من فکر میکنم اگر بازم کارگر صاحب جا هستن حتما تصحیح میکنن، زمانی بوده که هنوز به عرفان و به گپام نگراییده بودن. این مسئله است که بعداً وقتی که در اوایل شورششان و در اوایل گپا زیاد موفق نبودن، بعدش میگذارن و میرن با آگاهی سازی و با روشن سازی و با
ولی زمانی است که ما در مرحله وقت که انقلاب میخوایم داشته باشیم یا میخوایم یک کارهای انقلابی داشته باشیم، مطمئنا باید یک ابزار و وسیله برای داشته باشیم که مردم رو به گرد خود جمع بکنیم. و در اون زمان بهترین وسیله من فکر میکنم که دین و مذهب بوده، اصلا که امروز هم داریم. مثلا بخوایم کسر دور خود جمع بکنیم و به همین دلیل است که بایزید روشان میره به طرف عرفان و یک تفسیر خاص که از دین خودش داشته، تفسیر خاص خودش. و تفسیر خاص که میگیم، خب وقتی که ما میگیم مذاهب، خب هر مذهب تفسیر خاص خودش داره دیگه، و اونا تفسیر خاص از خود داشتن. من نمیگم تفسیر نادرست بوده، میگم تفسیر خاص خودش داشتن. و با مو تفاسیر میتونن یک نیروی کلان بزرگ جمع بکنن و مثلا مبارزات خود آغاز بکنن که ای که چطور این مبارزه به کجا انجام میده، چطور مثلا از بین رفتن و چطور محاصره شدن، یا او را با کارگر صاحب من معلومات خاص میدن. ولی آنچه که ما بازم میگم اوی است که ایشان زیادتر عرفانی بودن و با اساس همین عرفان مردم رو دور خود جمع کرده بودن. و یک مسئله دیگه ای که مسئله مهدویت و گپاس، ما در هیچ آثار، در هیچ اثر، چی موافق و چی مخالف در رابطه با بایزید روشان نامده که اونا دعوای مهدویت کرده باشن، با اینکه او وقت هزاره اسلامی بوده و اون مسئله بوده که مثلا 1000 سال اسلام پوره شده و جهان رو به انقضا است، رو به فروپاشی، تو قیامت میشه. او یک مسئله در وقت بوده و اکثر شورش ها و گپایی که صورت میگرفته در جوامع اسلامی با امی مسئله مهدویت و امو هزاره شروع میشه. ولی هیچ ما در جای ندیدم که حتی ملا درویزه هم نگفته که اینا، اگر من اشتباه نکرده باشم، که دعوای مهدویت، فقط دعوای پیر کامل کرده. و او هم پیر کامل هم که دعوا کرده، خب به مو دلیل است که من پیشتر ذکر کردم، نمیخوایم تذکر دوباره بدم. اما یک چیزی که بسیار برای ما جالب بوده و من متوجه شدم این است که کسایی که موافقین پیر ضیاءالدین، این چیزی که در توافق با نظریات پیر بایزید روشان است، مدون نبوده در اولش، و او هم دلایل خاص خودش داشته. تحریر نیست، شفاهی است اکثرا، که بعداً بعد نوشته شده. و ایو هم دلیل داشته. کارگر صاحب دلیلش گفتن که مثلا وقتی که بابر میایه و اقوام پشتون پراگنده میسازه، ولی عمل اساسی رو شروع میکنه که زبانشان از پیشان بگیره، به خاطر از اینکه زبان یک وسیله بسیار مستحکم بوده، یعنی یک جزء کلان از فرهنگ است. و بخاطر دلیلش هم دیگه دلیل نداشته، به خاطر که با اینکه اقوام پشتون پراگنده میسازه، حکومت پشتونیسم یا حکومت اقوام پشتون در هندوستان مثلا بعضا میپاشانه، ولی پشتونا را یک نیروی بالقوه میدانسته و یعنی یک ترس و اعراض در دل حکومت گرگانی ازی بوده، و به همین دلیل بوده که میخواست زبان از پیش از اینا بگیره. یعنی که زبانم شما مثلا تذکر دارین که مثلا گفته بودن زبان دوزخ است یا زبان فارسی. در رابطه با زبانم بگویم که تابش صاحب یک شوخی گویا، تابش صاحب گفتن که زبان مثلا دنیای دیگه زبان ریاضی است، ما یک ریاضی از کجا باید پس از دوباره شروع کنیم، باید یاد بگیریم که و زبان میخواست بگیره. و به مو دلیل اقوامی که در گرد بایزید روشان بودن، نظر در مقایسه با مو عصر زمان زیاد پیشرفته نبودن، عقب مانده بودن و چیزهای مدون زیاد در رابطه با موافقینش و مخالفینش زیاد داره. مثلا مولا درویزه است، مولا ترمیزی و اشخاص دیگه که من نامش به یادم نیست، اینا مدون نوشته کردن، تحریری دارن، ولی چیزایی که در توافق با نظریات و چیزایی که در موافقت با بایزید روشان بشه همیشه معمولا شفاهی بوده، سینه به سینه بعداً نوشتاری شده اگه من اشتباه نکرده باشم. ولی چیزی که شما گفتین به تایید صحبت شما و چیزایی که ما در رابطه با پیر روشان خواندیم، راستی که اونا رو یک آدم متجدد و یک آدم روشن، واقعا یک آدم روشن نشان میده. مثلا من در یک جای دیدم که حتی خانوما را در وقتی که نماز میخواندن با خودشان آورده بودن، مثلا استاده کرد، حتی همسرش پیش نماز ساخته بود، که این هم یکی از چیزهایی بوده که آویزه میکردن، یعنی دستاویز قرار میدادن که اینا مثلا مرتد هستن. یا این مرتد بودن هم خوب، مثلا ملا درویزه یا ملا ترمیزی یا هم خوب، اونا هم خوب به اساس اون مسائل که گرگانی ها اونا را منابع در اختیارشون قرار میدادن به ضد بایزید روشن. و من فکر میکنم بیشتر از اینکه این مسائل جنبه دینی داشته باشه، جنبه دینی در بین عوام داشته، ولی در بین خواص جنبه سیاسی و حکومتی و
ایگپا داشته که اونا با هم دیگهشان مثلا به خاطر از اینکه یکی دیگه و یکی از وسایل مثل که امروز قرار یکی از ابزار بسیار اساسی دین بوده در اون وقت هم و عالم است. حالا ما میبینیم که دین بسیار یک وسیله چی است و ای که فرمودن که عرفان با دین مخالفت داره او هم به نظر من یک دلیل خاص باید داشته باشه که عرفان یک چیزی است که میگم با ماورالطبیعه ارتباط داره یا کسایی که عرفانی هستن فکر میکنن با ماورالطبیعه مرتبط هستن و دین یک قضیه زمینی است و یک قضیه بیشتر ریالیستیک است که برای زندگی در زمین تدبیر تمام ادیان، من منظورم تنها اسلام نیست، تمام ادیان برای این است که در زمین آدم زندگی بکنه و قواعد مقرراتش استفاده بکنه، ولی عرفان انسان ها را میبره دیگه به طرف ماورالطبیعه دیگه. ما میگیم عشق و عشق هم خودش یک چیز ذهنی است، یک چیز یک مقوله ذهنی نیست و هم ماورالطبیعی است. عرفان هم همونجورش است دیگه. ما زیاد نمیخوایم پرگویی بکنم، استاد معظم یه تشریف دارن، اگر ما اشتباهی کرده باشم حتما تصحیح میکنن دیگه. بسیار خوشحال هستم کارگر صاحب که شما رو باز دیدم بعد از بسیار مدت. تنها شما رو نیم با سوالعمل صاحب در ارتباط هستم با دیگه دوستا، ولی شما را دیرشته بود نیده بودم. بسیار خوشحال هستم که دیدم. انشالله که صحتتان همیشه کامل باشه و همیشه بتانیم با دیگه تماس باشیم. بسیار تشکر از محسنی صاحب که ما را فرصت دادن که آمدیم، فرصت دادن که صحبت بکنیم. بسیار تشکر. من اجازه است؟ خواهش بفرمایید. من زیاد گپ ندارم. ما با تایید گپای برادر ما که بسیار خوب صحبت کردن و بسیار گپای بسیار باریک را و نمود ساختن که مثلا انگیزه های سیاسی بوده که ای باعث شده که وسریونا یکی از مسائلی که گفتن که دعوی مهدویت کده، اینا را وقتی که بندی میکنه برش میگه که تو دعوا کدی که تو مهدی هستی. این میگه که نی، من هادی هستم، ما مردم را راهنمایی میکنم. این گپا میگه. البته الفاظ طوری است که اونمو معنی را میته. دیگه یکی فرهنگ گپ زدن شان طوری بوده که بایزید روشان و پیروان بایزید روشان هیچ گاه کلمات زشت و رکیکه با ادرس مخالفینشان که اخون درویزه و امثالشان استعمال نکده، بجان آورده. ولی اخون درویزه همه وقتا لعین، مرتد و حتی کلمات بسیار ناخوشایند را استعمال کرده با ادرس بایزید روشن و پیروانشان. یک تقریبا امی فرهنگشان نشان میده. دیگه ای که مسائل بایزید ای که مداوین نیستن با آثار بایزید روشن، در او وقتی که بایزید روشن کشته شد، ای تمام آثاری بایزید روشن ممنوع قرار داده شدن و حتی سوختنده شدن. ما وقتی که در پشاور بودم، من یکی از دانشمندای بسیار بزرگی چی خواستن توسط کاروان صاحب، وقتی ما رفتم گفت ما کتاب تر خواندم در مورد بایزید روشن، ولی شما میفهمین که اینجا چند قبر بوده در مردان، در نزدیکی مردان، و مردم میرفتن سرگشت میکردن، سرگشت یعنی جابجایی میکردن سر قبرایشان، و این سنت از امو دوران مانده بوده، از دوران مقوله، از دوران اخون درویزه مانده بوده. و اخون درویزه کسی بوده که دعوی صوفیگری و عرفانی هم میکنه، ولی آنقدر میخوره که در سر دسترخوان نفسش میبرایه. اینی یکی از چیز و مسائل دیگه هم هستن که حالی وقت کم است، زیاد گپ نمیزنیم. کارگر صاحب بزرگوار، شما از کپونتان که بسیار کم گپ زدین، اگه فرمایش دارین بفرمایید. ما فقط در اختتامیه میگم که جنبش روشنیا دو کار بسیار بزرگی را انجام داده. با وجود از اینکه این پشتو را احیا کرده، زبان پشتو را رایج ساخته، دیگه یکی برای زنها با آزادی قائل بودن و حتی خانمها در سطح خلیفه، در مرتبت خلیفه ارتقا کرده بودن.
یکی و دیگه ای که موسیقی را اینا رواج ساختن. اینا موسیقی ممنوع بوده از طرف ملاها و از طرف اخوند درویزه و سایرین، ولی اینا برشان در حالنامه می تذکر رفته و در کتاب ما هم بری اشاره کردیم. بله. علامه اقبال هم از امو سرزمین ظهور میکنه که پیری روشان ظهور کرده و به دل دهلوی هم همچنان یک شعر اقبال است در مورد ملاهای ظاهر پرست که میگه دین ملا فی سبیل الله فساد، دین کافر فی سبیل الله جهاد. یا در جای دیگه باز عمیق‌تر اشاره میکنه، میگه مکتب و ملا و اسرار کتاب، کور مادرزاد و نور آفتاب، ایش سوالیت. بله، بسیار خوب صاحب. در مورد پیر روشان در اینترنت هم مسائل بسیار زیاد مطرح است. چی اتهامی بر کفریتشان، امو رقمی که دوستای اشاره کردن که همیشه نخبه ها یا نوابغ بشری به کفر متهم میشه، و اشارات هم که عاطف صاحب داشت در اون مورد ملاحظاتی هست، و همچنان نکته‌ای که در بخش اول گفته شد که فلسفه آغازش از یونان است. در این مورد هم نظرات مخصوصا ایرانیا داره که مدعی هستند قبل از یونان در ایران فلسفه وجود داشته. باز معتقد هستند که سهروردی مکمل از امو فلسفه است تحت اشراق شرق. این کلمات به این خاطر گفتم که یقین دارم کارگر صاحب مطالعاتشان 10 برابر مطالعات ماست. اگر در این مورد فرمایش داشته باشه باز گوش میکنیم. اما قبل از اجازه میخوایم چون انجینر صاحب احمدی سوال یا فرمایش ایشان رو بگیریم، بعد تقریبا در آخر برنامه میرسیم و اختتامیه کارگر صاحب میشنیم. انجینر صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برداشت بنده که از قرآن عظیم الشان هست و شاید بیشتر از 250 تا تفاسیر ویدیویی دارم در قسمت آیات قرآن عظیم الشان به عنوان یک انجینیر رشته برق و به عنوان یک کسی که رشته اقتصاد خوانده. دین مقدس اسلام یک دین هست که هر انسان که در هر قسمت از زمین و در هر بخش از زمان یک چیزی را که درست باشه بگویه، او را جز قانونای پروردگار می‌دانند. حالا این مثلا از فلسفه یونان باشه، از فلسفه چین باشه، از مصر باشه، اما آیه شریفی قرآن که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت با او بنده های ما که هر قول را که میشنوه و او درست باشه احترام نمیگذاره، بلکه بر علاوه احترام تابعیت میکنه. و ای که انسان های خوب و خراب ریشه در افغانستان و ایران و آلمان و اینجا نداره. از زمان اول پسرای حضرت آدم علیه السلام یکیش حابیل بود یکیش قابیل. حابیل بهترین نمونه از انسانیت. تمام انسانهایی که در کره زمین زندگی میکنن، تمام انسانهای خوب که برای دیگه انسانها خدمت میکنن، اونا حابیلی هستن. تمام انسانهایی که دیگه انسانها را میکشن، دیگه افکار را میکشن، اینا قابیلی هستن. از اون سبب این فلسفه که حتی اگر از یونان و اینا رفته در شرق، بعد افرادهای فوق‌العاده بزرگ مثل ابو علی سینا و یا سطر المتعلهین ای را تلطیف کرده و بس دوباره به جهان ارائه داده و بسیار کامل بودنش هیچ گونه اشکال نداره که از یونان آمده باشه یا از جای دیگه. اما در رابطه با عرفان اگر به معنای معرفت الهی باشه که ما مثلا زیبایی های مطلق در پروردگار میبینیم،
زیبایی های نسبی را در انسان هایی که با هم در امور خیر مسابقه میکنن و شاگردای اول میشوند میبینیم این خودش بسیار عالی و متعالی هست. اما اگر در هر قسمت ما افراد کنیم و مثلا بگوییم دین خراب است یا دکترها کلشان خراب است یا روحانیون کلشان خراب است یا کلشان خوب است، اینجا ما دچار اشتباه میشیم. بگوییم هر انسانی که در هر قسمت از تاریخ و زمان وجود دارند، اگر اینا الهی عمل کنند یعنی همیشه خیرش به دیگرها برسد. حتی یک کلمه که مثلا برای یک فرد برای یک قوم اینا خوب نیست. همین که مثلا بگویم زبان پشتو زبان مثلا دوزخی است، زبان فارسی زبان بهشتی است، اینا کلش مزخرفات است. تمام انسان ها خداوند ببینیم که در قرآن عظیمشان یادآوری میکنه که ما یکی از نشانه های خلقت ما است که شما زبان های مختلف دارین. اون نفرهایی که بهشتی عمل میکنن به هر زبانی که باشن اونا به بهشت میرن و دنیایشان هم بهشت است. و تمام انسان هایی که به دیگه انسان ها ضرر میرسانن اونا انسان های جهنمی هستن. تشکر از اینکه ما با کارکر صاحب عزیز معرفی شدیم. من دفعه اول محض که صحبت‌های خوب شما را شنیدم. تشکر. تشکر انجینر صاحب بزرگوار. کارگر صاحب اگر در مورد فرمایشات انجینر صاحب چیزی گفتنی ندارین، در آخر برنامه ما یک کمی یادآوری بکنم. ما بکنیم. خب از طرف ما خوب. بسیار خوب صاحب. شما اول در مورد مرزاخان انصاری فلسفی او عرفانی نلیلت یک مختصر توضیحات بتین صاحب. باز ما وقتی که شما توضیحات میتین عکسی از این رو میمونم که یقینا کل دوستان در یک گپ با ما موافق است که ما افغانا اینقدر که در خوبی خود میگیم باید در بدی خودم بگیم هیچ کتاب نمیخریم و یک خیلی زشت است. باید کتاب بخریم. در این کتاب بر اساس اشعار میرزاخان انصاری ما این نوشته کردیم، تحقیق کردیم. نظریات شیخ عربی، ابن عربی را هم حتی از ابن سینا را سراوردی را گردآوری کردیم و بر اساس د برویتی اون نظریات ما اشعار اینا را تشریح کردیم. مثلا طرز تفکر یا جهان بینی روشنیا چطور در اشعار میرزاخان انصاری را پیدا کرده و چطور توضیح شده. اینی مسائل یعنی پیغامش برای انسان، پیغامش برای جهان، این مسائل نمیشه. یک بخشش در مورد الفنامه است که او الفنامه با اساس جنبش حروفیه که وقتی در قرن دوم هجری بوده بخیلم که در آسیای میانه یک جنبش بوده یا هشتم هجری بوده که او هم یک نظریاتی داشتن و اونا متاثر از فلسفه فیثاغورس بوده، از پلوتین و از مکتب اسکندریه. اینه میره ما تشریح کردیم. هر حرف 32 حرف پشتو است. همین 32 حرف چی انگیزه در درون شما خلق شد تا کتاب بنویسید؟ من اولین کاری که کردم در مورد جنبش روشنی کردم، در مورد بایزید روشن. و په حالنامه د وخت یک چاپ گستتر بوده در اکادمی علوم به دست ما افتید و ما او را وقتی که خواندم برای ما بسیار جالب بود. من چون شاگرد دپارتمنت فلسفه بودم علاقمندی گرفتم و او را کار کردم سرش. او کتاب ما جایزه ناصر خسرو هم برد گرفت. در وقت با نظریات اسماعیلی آشنا شدیم در برکت او کتاب و ده مسائل دیگه. بعد از او با میرزاخان انصاری که دیوان میرزاخان انصاری را ورق زدم و نوشته کردم. بسیار خوب. خب کتاب دیگه شما اینجا نامش است بایزید روخان او اشراقی معرفت.
این را قبلا گفتم برتان کنی که اصلا دلم بود که عنوانش را د بایزید روخان اشراقی فلسفه نوشته کنم، ولی بله کلمه فلسفه را دور ساختم با عوض از او معرفت هج کردم. این به اساس کتاب دیگی بایزید روخان که به نام صراط التوحید یاد میشه و در این سالهای اخیر چاپ شد. ما وقتی که را خواندم در او خوابهای بایزید روشن است که حضرت خضر را میبینه و از او تعلیم میگیره و بر رویت از نوشته کردیم. و در این کتاب نظریات ابن سینا و شیخ سراوردی است، شیخ شهید بله سراوردی شهید و ابن عربی، از خاطر از که خود بایزید روشن به یک شکل از نظریات سهروردی متاثر است. بله. ملا صدر معتقد است که همین کلمه اشراق شرق اولین بار سهروردی استفاده کرده. بله 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 بسیار خوب. آه. عنوان کتاب سومی شما است حالنامه که روخان عرفانی او فلسفی است فعلا تیرا این هم کتاب اولی ماست. خب کتاب اولی ماست. وقتی که در پانتونی کابل درس میدادم برای ترفیع نوشته کردم یک رساله و بعد دوی به شکل کتاب گرفت دیگه تحقیق کردم خلاص. بسیار خوب. اینمی کتاب ماست که جایزه ناصر خسرو وقت برد. بسیار خوب. من یک نقل قول از ویکی فقیه میخونم چون در دنیای اسلام فعلا فقها مسلط است بر روح عوام. این را فکر میکنم همه ما قناعت داریم. در ویکی فقیه در مورد بایزید روشن طور یک چیز آمده. عقاید اصلی بایزید را میتوان به اختصار چنین بیان کرد: معرفت حق فرض عین است و این معرفت که بدون آن طاعات و عبادات و خیرات و مبرات مقبول خداوند نخواهد شد، جز از طریق پیر کامل حاصل نمی شود و او کسی است که اهل شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت باشد و به مقام قرب و وصلت و وحدت و سکونت، یعنی سکینه متعبیر قرآنی شورده، رسیده باشد. او مظهر حقایق اسرار الهی و تجسم تخلق به اخلاق الله است، یعنی روحش متصف به اوصاف الهی است. طلب او و اطاعت از او بر همگان فرض است. اطاعت او اطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و به تبع آن اطاعت خدا است. چنین مرشد کامل خود بایزید است. این معنی را هم در خواب و هم در بیداری به او گفتند. آنان که اخلاص اطاعت او کنند به ارشاد او مقامات مذکور را تا مرحله توحید خواهد پیمود. در مورد از این گفته فقها فرمایشات شما را میشنویم کرگرسی. ما کاملا تایید است. ما چیزی گفتنی ندارم. خب یک لنگی کم داریم دیگه شما. نیم همین که شما گفتیم که فقها پریشانی مردم عوام سوار است. صحیح از دست این فقها است که این حال ما. بله خب از شوخی ها که بگذاریم، یقینا از سوی استفاده ای که از اسلام شده روزگار ما به این تلخی گراییده و متاسفانه که فعلا این تلخی ها بسیار به شدت خود رسیده. برنامه امروز کمکی رنگ و بوی سیاسی گرفت. رادیو کتاب یک رسانه بی‌طرف است. تمام سعی و تلاش خود میکنه تا بی‌طرفی خود حفظ کنه، اما در عین حال بی‌طرفی به این معنی نیست که هیچ حقیقت و واقعیت را پخش نکنه. ما اگر طالبای گرام از دولتداری، از امارتداری وقت پیدا کنن و این برنامه ها را ببینن، چون یکی از طلبا از وزارت داخله با ما ارتباط داره، همیشه تشویق میکنن. من عرض میکنم که هموطنای گرامی، بیاین که نقطه پایان بر از این فاجعه بگذاریم. از سرنگون کردن هم دیگه هیچ سودی نمیبریم. باید اصلاحات بیارین. باید قبول کنین که قرائت شما از اسلام
یک قرائت جامع و مورد پذیرش همه مسلمانان نیست. دمی جمع کسایی که حضور داره هر کدامشون میتونه با شما بزرگوارا بحث کنه و اگر مرا لایق میبینین بنده هم با کمال تواضع در خدمت شما هستم به خاطر جلوگیری از خونریزی. باید فریبی از این آرامش دروغین و این گشنگی مداومه که نصیب وطندارای مظلوم و مجاهد ما شده. به تکرار عرض میکنم وطندارای مظلوم و مجاهد ما، کسایی که ضد روس جنگ کردن، سفرهشان من یقین دارم خالی است. هیچ کسی هیچ یکی از رهبرای جهادی خبری از او یتیما نگرفت. بنابراین ما نیاز داریم که وطن خود با آشتی و صلح و تشکیل یک دولت مستقل برای افغانستان عزیز که حکم مادر برای همه ما داره تیار کنیم و انشاءالله افغانستان با صلح و سلام حداقل در حد دوره ظاهرخان مرحوم تسلیم نسل آینده کنیم. چرا که بازی های ایدئولوژیک و این گپای روشنفکری چی چپی چی راستی خیلی افغانستان به تباهی کشان. و طالب گرامی بپذیرین که شما اسلام ایدئولوژیک قرائت میکنین و الا اسلام بحری است که همه موجودات الهی را برش احترام قائل است. و معذرت میخوایم از این زبان درازی اخیر. کارگر صاحب بزرگوار و دیگه بزرگوارا اگر کسی فرمایش نداشته باشه جلسه را ختم میکنیم. تشکر. بیننده های گرامی تشکر از حوصله‌مندی شما هم لطف کنین بیاین آثار خود از طریق رادیو کتاب معرفی کنین، بیاین که با هم گپ بزنیم. رادیو کتاب دریچه است برای گپ و گفتار و محل تضارب افکار است. بیاین که افکار خود با هم بجنگانیم، یقینا به یک صلح انسان محور و خداپسند و عدالت محور میرسیم. شاد و سربلند باشید. سیمی صاحب در اذان غریب کس نماز نمیخونه. من معذرت میخوایم استاد بزرگوار هیچ ندیده بودم شما را. نه کی میبینین سه آدم غریبه؟ برای ما یک کار عاجل پیدا شده. من خانه نبودم و از برنامه وقتی که آمدم خبر شدم دیدم که ساعت بسیار ناوقت شده و وقتم رفتم. گفتم بیا یک دمی داخل برنامه یک بار شو اگر بود نبود خیر هیچ گپی نیست. ما پیش کارگر صاحب یک پنجه کم خیر است. کارگر صاحب زنده باشیم که ما ولی با اشتیاق میخواستم که برنامه را با تمام کم و کیفش بشنوم ببینیم شما را و دیگه عزیزا را و با دریغ که ما کتاب شما پیش من نبود اگر ما امروز با دل و جان خود برابر می ساختم با موضوع با وقت و گپ می زدم درباره کتاب. ولی من بی نصیب شدم از اینکه شما چی گفتین درباره کتاب چی نگفتین. من محروم ماندم از فایز. بدای باز نور بیا. صدا ثبت میشه باز میتونین بشنوین صاحب قرآن. دعوتنامه کتاب کارگر صاحب در لندن ادبی بهیر مانده بودم. بعد از این دعوتنامه رایی میکنم شما ما اگر خواستین آثار خود از رادیو کتاب معرفی کنین تلفن مرا دارین زنگ بزنین شاگردتون در خدمتتون است. زنده باشین جور باشین محسن. رادیو کتاب نیاز نسل امروز و فردا.